در شهر باختر متخصصان مرکز دولتی نظارت سانیتری اپیدمیولوژی و خودجگی منزلی کمونالی شهر از ماشین‌های کلان حجم خودجگی منزلی کمونالی استفاده کرده کوچه و خیابان‌های اساسی، مکتب و مؤسسه‌ها، راهروها، کوچه‌های اساسی، ایستگاه واسطه‌های نقلیات، جای‌های جمع‌شوی آدم‌ها خصوصاً باغ‌های فرهنگ و فراغتی را بی‌ضرر گردانیدند. با گفته مسئولین 3 هفته باز چنین تصمیم‌های پاککاری راه‌اندازی شده، هدف از آن پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سیرایتی و حفظ سالمی ساکنان ارزیابی می‌شود. کارهای بی‌ضررگردانی در یک قطار کوچه‌های شهر و خانه‌های استقامتی به انجام رساندیم. در حدود شهر برای کارهای بی‌ضررگردانی 1500 کیلوگرم موادهای گیپوکلورید کلسی قابلیت‌ناکی 60% را تشکیل می‌دهد. مساحت 400,000 متر کوادراتی را در بر می‌گیرد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر برای انجام چنین کارهای بی‌ضررگردانی متخصصان نهاد دخلدار را جلب نموده، نخست انشاءات بخش معارف، تندرستی، بناهای بلند آشیانه، موضعهای فرهنگ و فراغتی را بی‌ضرر گردانیدند. در کوچه‌های به نام صدرالدین عینی، باربد، دوستی و وحدت شهر باختر تکنیک‌های بزرگ حجم سفربر کرده شده با محلول کیمیایی گیپوکلورید کلسی تمیزکاری نمودند. از درآمدگاه شهر باختر سر کرده تا چهارراه‌های بازار حاجی شریف همه شبانه ما تمام کوچه‌ها را با گیپوکلورید 65% بی‌ضرر گردانده شستشو می‌نماییم راه‌ها را و این کارها باز ادامه دارد. ما اقدام گرفتیم که برای بهبودی خلق، برای پیشگیری از کسری‌های سرایتی کرونا ویروس ما از همه امکانیت‌ها استفاده برده این چنین شبانه برآمده تمام شهر را بی‌ضرر گردانیم. همچنین گروه کاری از حساب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر با نظرداشت حمایت ساکنان از سرایت‌یابی کارهای فهماندهی انجام داده آنها را به تازه و آزاد نگاه داشتن خانه‌های استقامتی و رعایت حتمی گیگین شخصی دعوت می‌نمودند.